زیر دوش. حالا زیر دوش من تا تست نکردم. قطعا میتونه تاثیرگذار باشه. چیزی که من میخوام به بچه‌ها بگم اینه که بچه‌ها شما به راحتی میتونید یک محیط زبانی مصنوعی برای خودتون به وجود بیارید. یه خاطره از یکی از قشنگترین لغاتی که یاد گرفتم الان اومد تو ذهنم شما داشتین صحبت می‌کردید. استاد، یکی از سوالاتی که مخصوصاً بچه‌های دوره مقدماتی بعد از اینکه دوره رو می‌بینن براشون پیش میاد اینه که تفاوت این سه تا جمله چیه؟ سوال بعدی که یه سوالیه که مربوط به تلفظ میتونه باشه. یه مشکلی که اکثر زبان آموزا در شروع راه، میانه راه، اواخر راه دارن همیشه اینه که ما مشکل حفظ لغت داریم. چه جوری لغات رو حفظ کنیم؟ سلام آینیدی های عزیز، خوشحالم که دوباره کنار شما هستیم. من ماه منیر هستم و امروز اومدم قولی که بهتون دادیم رو براتون عملی کنم. بچه ها یه سری سوالات بود که خیلی از ما میپرسیدین توی دوره ها و من این فرصت رو پیدا کردم که اینجا باشیم و اون سوالات رو از استاد سباقی عزیز بپرسیم و خودشون مستقیما جوابها رو به ما ارائه بدن. خواهش میکنم، با افتخار در خدمتتون هستم. بریم و برگردیم. استاد، یکی از سوالاتی که مخصوصاً بچه‌های دوره مقدماتی بعد از اینکه دوره رو می‌بینن براشون پیش میاد اینه که تفاوت این سه تا جمله چیه؟ How are you doing? What are you doing and what did you? بله قطعا همینطوره، چون خیلی شبیه هم هستن به خاطر وجود کلمه do که به معنای انجام دادن هست. بچه‌ها How are you doing همون How are you هست که خب 4-5 مدل توی دوره بهتون گفتم How are you, How are you doing, How's it going, How is everything with you, Is everything alright. اینا همشون یه معنا داره. پس How are you doing رو بذاریم کنار. میایم سراغ What are you doing. توی درس 24-25 دوره مقدماتی راجع به حال استمراری باهاتون صحبت کردم. What are you doing یعنی داری چی کار میکنی؟ مثل خیلی از جمله‌های دیگه Where are you going کجا داری میری؟ و خیلی جمله‌های دیگه که میتونیم با زبان حال استمراری بسازیم. و اما What do you do؟ بچه‌ها What do you do یعنی What is your job؟ What is your job؟ به همین سادگی. ممنونم استاد، واقعا بهترین و راحت ترین شیوهی که میتونستین توضیح بدین همین بود. خیلی متشکرم. میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی که یه سوالیه که مربوط به تلفظ میتونه باشه. چرا توی جمله nice to meet you بعضی وقتا صدای چه میشنویم؟ اگه چه رو تلفظ نکنیم اشتباهه یا نه؟ جواب خیر. بچه‌ها ما چند تا ساوند لینکس داریم توی انگلیسی، ترکیب‌های صدایی و آوایی که اینها رو در طول دوره مقدماتی براتون توضیح دادم. الان به صورت یک جا و خلاصه میگم براتون. هرگاه صدای ت قبل از صدای ی بیاد ترکیبش میتونه صدای چه بده. ببین میتونه صدای چه بده، ضروری نیست، اجبار نیست. Nice to meet you یا nice to meet you فرقی نمیکنه. و حالا مثال های دیگه. هرگاه صدای د قبل از صدای ی بیاد ترکیبشون چه صدایی میده؟ صدای ج میده، مثل could you. حالا اگه کسی بگه could you اشتباهه؟ no. پس could you, would you, did you. همینطور هرگاه صدای س قبل از صدای ی بیاد ترکیبشون بچه صدای چی میده؟ صدای ش میده، مثل what's your name. اسمت چیه؟ what's your name. یا مثلا is this your key. is this your key. کلید توه. is this your pen. و آخریش هم ترکیب صدای ز و ی هست که هر وقت اینا کنار هم قرار بگیره ناخودآگاه صدای ژ رو تولید میکنه، مثل what is your name. are these your keys. آیا اینا کلیدای تو هن؟ این 4 تا ترکیب صدایی انقدر تکرار میشه که مطمئن باشین بچه‌ها نیازی به حفظ کردن ندارن و به صورت ناخودآگاه اینها رو تلفظ خواهند کرد. پس شد ترکیب ت و ی، ترکیب د و ی، ترکیب س و ی، ترکیب ز و ی. این 4 تا رو بچه‌ها داشته باشید. بسیار هم عالی، ممنون از شما. میریم سراغ سوال بعدی. یه مشکلی که اکثر زبان آموزا در شروع راه، میانه راه، اواخر راه دارن همیشه اینه که ما مشکل حفظ لغت داریم. چه جوری لغات رو حفظ کنیم؟ یا وقتی لولمون میره بالاتر نمیتونیم از لغات سطح مثلا C1 استفاده کنیم توی صحبتمون. باید چی کار کنیم؟ چطور مشکل حفظ لغتمون رو برطرف کنیم؟
میخوام خدمت شما و در واقع آینیدی ها عرض کنم که یکی از در واقع سوالاتی که همیشه بچه ها از من میپرسن راجع به واژگان هست، vocabulary. ببینید بچه ها، شما وقتی از خونه خارج میشین، وقتی میخواین برین سر کارتون، میخواین برین دانشگاه، اگر مسیر رو اشتباه برین، هر چی هم برین، با بهترین وسیله هم که برین، نه تنها دور میشین بلکه به مقصدتون هم نمیرسین. خیلی از بچه‌ها روزمره میان پیش من و میگن استاد من خیلی لغت حفظ میکنم، یادم میره، نمیتونم استفاده کنم، همیشه از واژگان ساده استفاده میکنم. خب وقتی مسیر اشتباه رو انتخاب بکنی تلاش بی‌معنا میشه، چون از هدف دور میشی. حالا یه راهکار خیلی ساده میدم به بچه‌ها که همه بتونن ازش استفاده کنن. اول اینکه لغت رو تنهایی حفظ نکنید. مثلا فارسی به انگلیسی، انگلیسی به فارسی، اینو تنهایی حفظ بکنید خب به درد نمیخوره. یه مدت تو حافظه کوتاه مدت شما میمونه، اوکی، تو حافظه بلند مدت شما میره، اما بعد از این مدتی حذف میشه، ناپدید میشه، غبار روش قرار میگیره و اصلا قابلیت استفاده ازش نداری. از توی دفترت میاد توی مغزت، این ارزشی نداره. خب چیکار کنیم؟ یک، لغت رو همیشه از طریق تکست یاد بگیرید، با مثال یاد بگیرید، با خاطره یاد بگیرید. باورتون نمیشه، فکر کنم سر کلاس هم همیشه گفتم، من یادمه هر لغتی که تو ذهنم هست، مثلا casualties، مثلا ridiculous، مثلا simultaneously، یادمه کی، کجا و از چه طریقی یاد گرفتم. برای هر لغتی یه خاطره دارم. آخ اینو فلان استاد تو اون کلاس بهم گفت وقتی فلانی این سوال پرسید، این لغت از تو اون متن یاد گرفتم، این لغت از تو روزنامه یاد گرفتم. ببین این خاطره کمک میکنه که تو ذهن شما بمونه. حالا وقتی لغت تو ذهنتون اومد، شروع کنید توی جمله‌های ساده ازش استفاده کنید و بعد جایگزین جمله‌های ساده بکنید تو لکچرهاتون، تو محاورات روزمره‌تون. و سومین کار که خیلی مهمه، این لغت رو از تو تکست گرفتی، تو ذهنت هم حفظش کردی، تکرارش هم کردی، بالاخره یه جا نوشتیش دیگه. تو 5 مرحله این لغت رو ریویوش کن، مرورش کن. چطوری؟ شما وقتی که صفحه اول دفترت رو خوندی و حفظ کردی و استفاده کردی، قبل از اینکه وارد صفحه دوم بشی، صفحه اول رو مرور کن. قبل از اینکه صفحه 3 رو شروع بکنی، 1 و 2 رو مرور کن، 3 رو حفظ کن. قبل از اینکه وارد 4 بشی، 1 2 3 رو مرور کن، 4 حفظ کن. به صفحه 6 که بچه‌ها برسیم، درس اول یا صفحه اول 5 بار مرور شده. این دیگه تو ذهن ماندگار میمونه. تضمین میکنم براتون حتما این کار انجام بدید. نرید الکی پول بدین بابت نمیدونم جعبه G5، نمیدونم جعبه لایتنر، جعبه چی. نه، برگه های کوچولو انقدر درست بکنید با کاغذ، روش انگلیسیشو بنویسین، پشتش حالا فارسی سین رو میشه بنویسین. میام این مرحله بعد از زمانی که شما از طریق کانتکست واژه رو استفاده کردی و حالا میخوای ماندگاریشو تو ذهنت ابدی بکنی. با این 5 مرحله میتونن بچه‌ها لغت‌ها رو تو ذهنشون حفظ بکنن. من هنوز دفترهای 28 سال پیش خودم رو دارم، باز میکنم، کیف میکنم. استاد به نظرم یه کار دیگه هم که خیلی میتونه تاثیر داشته باشه اینه که یک دفترچه لغت جدا داشته باشن. قطعا. خیلی کوچیک باشه، قابل حمل باشه، هر جایی که میرید بتونید با خودتون ببرید. استاد من یه خاطره از یکی از قشنگترین لغاتی که یاد گرفتم الان اومد تو ذهنم، شما داشتین صحبت میکردیم، لغت spectacular. این لغت رو من زمانی که توی لوکیشن و یه ویو خیلی زیبایی بودم، یادمه که توی گوشیم یه دفعه اومد و نگاه کردم، توی کانالی عضو بودم، داشت راجع به یه لوکیشن زیبایی صحبت میکرد که این لوکیشن رو با لغت spectacular view توصیف کرده بود و همونجا من چون توی اون لوکیشن بودم و دقیقا مرتبط بود، این لغت که خیلی هم لغت زیباییه توی ذهنم ثبت شد. What a spectacular view، چه ویو جذاب و خوشگلی. به این میگن خاطره با لغت. این لغت ماندگار میشه تو ذهن شما و هر اتفاقی بیفته این لغت براتون اکتیوه، پسیو نیست. پس لغت‌های پسیو ذهنتون رو اکتیو کنید. میریم سراغ سوال بعدی. خب
بچه‌ها به عنوان آخرین سوال در اپیزود اول، بچه‌ها حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید که قسمت‌های بعدی رو از دست ندین، که توی قسمت‌های بعدی می‌خوایم بریم سراغ سوال‌هایی که مطمئنم بین همتون مشترک هست و مدام این سوال‌ها توی ذهنتون میچرخه و هنوز به هیچ جوابی براش نرسیدید. استاد به عنوان آخرین سوال که خیلی ها مطرح میکنن، این که توی محیط زبانی بودن مثل یک کشور انگلیسی زبان چقدر میتونه توی یادگیری ما تاثیرگذار باشه؟ سوال خیلی خوبیه، اما من میخوام این سوال رو با یک سوال از خود شما و بقیه بچه‌ای که اینجا هستن بپرسم. به نظر شما محیط تاثیر داره روی زبان بچه‌ها؟ شما چی فکر میکنید؟ تاثیر داره؟ قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه. من یک اما میذارم کنارش. شرایط سنی بچه خیلی مهم هست. خب یعنی هر فردی با هر سنی اگر توی محیط زبانی قرار بگیره لزوما محیط روی زبانش تاثیر نداره. من افرادی رو میشناسم بیش از 30 ساله دارن توی استرالیا، کانادا زندگی میکنن، اما در حد یک مکالمه عادی صحبت میکنن. اما یک کودکی رو حالا به واسطه شرایط کاری پدرش 3 ماه مجبور شد بره آمریکا و اونجا تو مهد کودک بره. فکر میکنم 5 سالش بود و توی 3 ماه کاملا ارتباط گرفت با اطرافیانش. پس شرایط سنی بسیار مهم هست. پس اینکه یک آدم بزرگسالی که تو ذهنش دیگه لدی وجود نداره، language acquisition device یه واژه تخصصی هست، و بره توی کشور انگلیسی زبان اصلا تأثیر آنچنانی نداره. اما چیزی که من میخوام به بچه‌ها بگم اینه که بچه‌ها شما به راحتی میتونید یک محیط زبانی مصنوعی برای خودتون به وجود بیارید که از در واقع مزیتاش استفاده کنید. یه پارتنر زبانی برای خودت پیدا کن، از همکلاسیات، از دوستات، بالاخره کسانی هستن که زبان کمی بلد باشن. نبود از AI استفاده کنید. چت جی پی تی صحبت میکنه، پای صحبت میکنه، دیپ سیک میتونید همینطور باهاش صحبت بکنید و خیلی راههای دیگه. این اولی راه. 2، با خودتون انگلیسی صحبت بکنید. وقتی با خودت راجع به اتفاقاتی که برات میفته، زمانی که داری رانندگی میکنی، زمانی که تو اتاق تنها هستی، زمانی که داری پیاده روی میکنی، زیر دوش. حالا زیر دوش من تا تست نکردم حقیقتا، معمولا آقایون آواز میخونن. خب اما هر جایی و هر مکانی صحبت کردن با خودتون میتونه بهتون کمک بکنه. این 2 تا و 3 تا میتونین گوش بدین. گوش دادن کلید موفقیت و یک فضای مصنوعی برای تقویت زبان هست. بسیار عالی. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از شما. خواهش می‌کنم. و خیلی خوشحال شدم که این موقعیت پیش اومد و تونستیم این سوالات رو از خود استاد سباقی که مدرس دوره هستن بپرسیم و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خیلی متشکرم. Thank you very much. Have a nice time and bye bye. Bye.